سلام دوستان، وقت بخیر. ما اومدیم با یه ترفند جالب برای پاک کردن کفش. بعضی وقتا میبینید کفشتون کثیف میشه، با دستمال و آب میایم پاکش کنین، یکم میکشین روش، میبینید کثیفیه بیشتر پخش میشه. اینجا ما به شما راهکارش رو نشون میدیم. شما به یه لاک پاک کن نیاز دارین، اینم اینجا باشه. محل کثیفی یه دونه لاک پاک کن که تو همه داروخونه ها، لوازم به آرایشی هم پیدا میشه. اینو میگیری میکشی رو این کثیفیه قشنگ، ببینید میذاری تمیز بشه، یکم خشک بشه. جای دیگه هم چک میکنیم ببینیم هست یا نه. جای دیگه چیزی نیست. اگه چسبی چیزی هم رو کفش ریخته باشه راحت با لاک پاک کن پاک میشه. هر چیزی، اصلا کاری به رنگم نداره، رنگ کفش عوض نمیشه، خیالتون راحت. بهترین چیزش همین لاک پاک کنه، استون نباشه. فقط توجه کنید اگه استون باشین رنگ روی کفش میره. تمیز که شد میذاریدش سر جاش یکم خشک بشه. اینم ما بذاریم سر جاش. 2 تا لاک پاک کن سرشو ببندیم. اینم آقا رامین برداره بزنه باشه ساندویچ بخوره. مرسی، ممنون.